تا چند دقیقه دیگه هیچ مشکلی برای اجرای تتو نداری. درود دوستان، میلاد هستم، JB تتو با یه آموزش دیگه. امروز میخوام اصلی ترین مشکل تتو آرتیستای مبتدی و البته براتون برطرف کنم. دستگاه رو ببینید بچه‌ها. مهمترین نکته اینه که شما بتونید این دستگاه رو مناسب دست خودتون سایز کنید. چجوریه؟ این رول گریپ رو به اندازه‌ای میپیچید که وقتی این دستگاه رو توی عمق دستتون قرار میدید و انگشتاتون رو میبندید توی این فاصله از هم بمونه، نه بچسبه نه خیلی فاصله داشته باشه. این سایز مناسب دستگاه شماست. برای اجرای خط مدل گرفتن دست با سایه خیلی متفاوته. اول میریم سراغ خط. دستگاه رو توی عمق دست قرار میدید، کامل میچسبه. این انگشت شست این قسمت رو مهار میکنه. انگشت بعدی پایین گریپو و انگشت سوم میاد کنار کاتریج قرار میگیره. توی این حالت دستتون هم تسلط کامل داره روی دستگاه، هیچ لرزشی وجود نداره، هم تو بهترین زاویه برای اجرای خط قرار میگیره. حالا بریم سراغ نحوه قرار گرفتن دستگاه برای اجرای سایه. این بار متفاوته. جای اینکه تا عمق دستگاه رو فشار بدیم به اندازه 2 انگشت باید فاصله داشته باشه. این 2 انگشت دستگاه رو مهار میکنه و انگشت سوم باعث میشه که ما بتونیم دستگاه رو به صورت نوسانی حرکت بدیم. توی این حالت وقتی دستگاه قرار گرفته باشه هم تسلط کافی رو دارید، هم با حرکت انگشت میتونید کامل دستگاه رو به صورت رفت و برگشتی حرکت بدید. توی این حالت بهترین سایه های نرم رو میتونید اجرا کنید بدون اینکه فشار خاصی به مچ و کتف و دستتون بیارید. تو هم اگر میخواین تتو رو 0 تا 100 یاد بگیری، اونم به صورت رایگان، پیج منو سابسکرایب کن.